نفوذ کرده رو خط آفساید، جا گرفته رودریگو داخل محوطه جریمه میشه. رودریگو دروازه رو باز میکنه بعد از هفته ها ناکامی. ناجی تیم رئال مادرید میشه رودریگو. اینجا لیگ قهرمانان اروپاست، اینجا قلمرو رئال مادرید و کهکشانی هاست. 1-0 به سود سفیدپوشان. جود بلینگهام و رودریگو رو خط آفساید داره حرکت میکنه، وارد محوطه جریمه میشه و توپو توی دروازه قرار میده. رودریگو حساب کارو 1-0 میکنه. 32 بازی گل نزده بود. کجا گل میزنه؟ باید سریعتر اقدام بکنن برای حمله. جود بلینگهام برای رودریگو، شماره 11. رودریگو باز هم نشان میده. معرفی کن خودت، معرفی کن. ستاره پاتلایی تیم رئال مادرید حالا بعد از 32 بازی متوالی موفق میشه گل اول خودش هم مقابل تیم محبوب خودش منچستر سیتی به ثمر برسونه.